تلبیس در نقل روایت. دوستان عزیز، سوال شد درباره متعت النساء که متعه را آیا رسول خدا صلی الله علیه و سلم حرام کرده؟ و سوال دیگر این شد که آیا صحابه انجام دادن یا ندادن. خیلی خوب دوستان عزیز، یا خودتان ببینید من از صحیح ترین کتب خود مخالفین چه چیز را میخوام ثابت بکنم و مثل این من بارها مطالب را ثابت کردم. الحمدلله رب العالمین. شیعیان الحمدلله خوب متوجه هستن، خوب میدانن. اونهایی که از با انصاف هستن از مخالفین اونها مطلب را خوب میدانن. اونهایی که تعصب اونها را کور کرده دیگر با اونا جبرائیل هم بیاد با اونها بگه که حق این چنین باور نمیکنن، قبول نمیکنن، چون برای تعصب اونها را کور کرده. این کتاب بخاریه دوستان عزیز، صحیحه. بخاری مال اسماعیل بخاری در احیاء تراث العربی این کتاب را چاپ کرده. در کدام سال چاپ کرده؟ در سال 2001 میلادی 1422 طبعی اولا. در این کتاب دوستان عزیز بریم کتاب التفسیر صفحه 796. بله. کتاب التفسیر صفحه 796 حدیث 4518 اینجا آورده که عن عمران ابن حسین گفت انزلت آیت المتعه فی کتاب الله، آیه متعه در کتاب خدا آمده. ففعلناها مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما جماعت صحابه بر این آیه متعه عمل کردیم در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. ولم ينزل قرآن ولم ينزل قرآن يحرمه، قرآنی که این را آیه را این متعه را حرام بکند نازل نشده. هیچ آیه در قرآن کریم که متعه را حرام بکند نازل نشده. ولم ینه عنها حتی مات، و رسول خدا صلی الله علیه و سلم منع نکرده، نهی نکرده از متعه تا اینکه از دنیا رفته. پس ثابت شد که به قول خود بخاری و به اعتراف این صحابی در زمان پیغمبر عمل کردن، پیغمبر منع نکرده، قرآن هم منع نکرده. بینندگان گرامی، مشاهده نمودید که این آخوند چگونه تلبیس نموده روایتی را که امام بخاری رحمه الله در مورد متعه حج یعنی حج تمتع که نوعی از انواع حج است نقل کرده، وانمود می کند که این روایت در مورد متعه زنان است. امام بخاری رحمه الله تعالی حدیث 4518 را ضمن بابی به عنوان فمن تمتع بالعمرة الى الحج روایت نموده است تا ثابت کند که حج تمتع به آیه قرآن ثابت شده است و آیه دیگری نازل نشده است که آن را نسخ کند و صحابه هم آن را انجام داده اند و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم از آن منع نکرده تا اینکه وفات نمود. اما نکاح متعه در ابتدای اسلام وجود داشت و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در غزوه خیبر امر به تحریم آن نمود. چنانچه از امام علی رضی الله عنه روایت شده است که ایشان فرمودند حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم خیبر لحوم الحمر الاهلیه و نکاح المتعه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روز خیبر گوشت الاغ و نکاح متعه را حرام گردانید. صحیح بخاری جلد 7 صفحه 12 شماره حدیث 5115. صحیح مسلم جلد 2 صفحه 1027 شماره حدیث 1407. وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 24 شماره حدیث 26387. تهذیب الاحکام جلد 2 صفحه 186 شماره حدیث 1085. و مجلسی در بهار الانوار جلد 100 صفحه 318 از عبدالله ابن سنان روایت می کند که گفت از امام صادق رحمه الله درباره متعه پرسیدم و ایشان فرمودند لا تدنس نفسك بها، نفس خود را با آن کثیف مگردان. اگر متعه حلال می بود و اینقدر فضیلت می داشت چرا امام صادق رحمه الله چنین تعبیری را درباره آن به کار می بردند؟ الله متعال می فرماید وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، و آنان که امکان ازدواج نمی‌یابند باید پاکدامنی پیشه کنند
تا الله آنان را از فضل خیش توانگر نماید. اگر صیغه حلال می بود دیگر لزومی نبود که به استعفاف و انتظار امر کند، بلکه آشکارا می فرمود صیغه کنید.